بیننده عزیز سلام، وقت شما بخیر. به برنامه موج از آمو خوش آمدید. ارتش اسرائیل بر شهر رفح حمله زمینی و هوایی انجام داده و روز سه شنبه اداره گذرگاه رفح را به دست گرفت. این حمله با واکنش‌هایی از سوی شماری از کشورها روبرو شده است. ترکیه آن را جنایت جنگی خوانده، چین و ملل متحد خواستار توقف حمله شده و اردن هم گفته که پیامد آن به دوش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهد بود. مصر این حمله را نکوهش کرده و اتحادیه اروپا هم از پیامد این حمله هشدار داده است. اما چرا مذاکرات میان اسرائیل و حماس به نتیجه نرسید؟ پیامد این حمله اسرائیل به رفح چه خواهد بود و جهان چه زمانی به داد مردم فلسطین خواهد رسید؟ در موج امشب من عبدالمطلب فراجی با مهمانانم شهرام خلدی، آگاه روابط بین الملل و خاورمیانه، و میرویس غیاسی، دیپلمات پیشین به این موارد میپردازیم. مهمانان گرامی خیلی خوش آمدین به بحث. آقای من می داشته باشم آقای خلدی. آقای غیاسی، شما هم خیلی خوش آمدین. شما چه فکر میکنین؟ آیا حماس طرحی را که امریکا و قطر و اینا پیشنهاد کردن آیا خواهند پذیرفت یا نه اینا با فکر یک خانه جدید برای خودشان میشوند؟ با عرض سلام به شما بینندگان و مهمانتان. متاسفانه در جریان چون دستگاه‌های تبلیغاتی دنیا در صهیونیست است، همیشه قربانی را با قاتل مقایسه میکنند. متاسفانه این اسرائیل است که 75 سال شده سرزمین های فلسطین اشغال کرده و مطابق قوانین بین الدول باید به عقب مرزهای 1967 بر بگرده و دولت فلسطینی در اینجا تشکیل شود که تمام قطعنامه های بین المللی و شورای امنیت اسرائیل عملی نمیکنه، به شهرک سازی ادامه میده. بیت المقدس روزانه تمام قوانینی را که در طول 75 سال با او ملزم است و زیر پا میکنه و 17 سال حماس که یک حکومت قانونی فلسطین بود در سال 2006 انتخابات برده 78% کودتای را برای انداخته برای دهلان و محمود عباس اینا که حماس که دولت قانونی بود مثل سایر دولت‌های دموکراتیک در جزایر و مصر و اینجاها صهیونیست‌ها و اسرائیل و امریکا سرنگون کردن و دولت سرنگون کردن ولی حماس پیروز شد و جا را گرفت. 17 سال ما میایم به سوال شما چون همین روشنی این مقدمه ضرور است. حماس ما فکر میکنیم آنچه که شما دارین بهش اشاره میکنین چیزی است که واضح است و بیننده های ما شما میفهمن. به نظر من اگر روی چون فرصت برنامه کوتاست روی موضوع بپیچیم بهتر خواهد بود. روی موضوع امی طرحی که از جانب آخرین بار از جانب اسرائیل پیشنهاد شد 6 صفحه است، ما او را ترجمه کرده رایستم در صفحه 4 هستم. حماس طرح پذیرفت، حماس سرتاسر طرح پذیرفت از همون خواست خود که آتش بس منتهی به جنگ شود و جنگ باید متوقف شود که نتانیاهو به خاطر حفظ آبروش جلاد خائن او را قبول نمیکرد. این را حماس پذیرفته، حماس امضا کرده و این طرح امضا شده است، تقریبا جانب اسرائیل هم قبول داره، ولی تنها نتانیاهو به خاطر حفظ آبروی خودش در مسائل داخلی یک حملاتی کوچکی را در رفح انجام میده. البته حملات نظامی نیست که اونجا میخواهد که همون گذرگاه رفح را در دست خود داشته باشه که قبلا در دست قوای ملل متحد و مصر بود، او را به دست خود بگیره، ولی موافقت نامه امضا شده و حماس را قبول کرده. جانب اسرائیل هم تقریبا قبول کرده و اسرائیل زیر فشار است، خصوصا قاتل اطفال و زنان نتانیاهو و اما خب کم است که میره به تفصیل بگم در مجموع حماس وقتی به اون مسئله اشاره میکنین بعد مسئله حمله حماس به اسرائیل هم مطرح میشه دیگه. خب تنها حماس به خاک خود حمله کرده، حماس در سرزمین هایی که سرزمین خودش است مطابق مرزهای 1967 مطابق قانون ملل متحد حماس در خاک خود حماس یک سازمانی رهایی بخش و آزادی بخش است که بر ضد استعمار و ضد اشغال مبارزه میکنه و در خاک خود عملیات انجام داده. جایی را گرفته که اونا شرک سازی کردن، اونا در مرزهای داخلی مرزهای 1967 هستند. این بسیار اشتباه است، ولی حماس را قبول کرده. از جانب اسرائیل غیر رسمی قبول شده. حماس از خواسته خود که آتش بس با انتهای جنگ بکنه از اون دست کشیده، ولی ما را که خواند حالا چی میشه؟ چه اتفاق میفته؟ آیا اگر حماس نپذیره این طرح را آیا حماس پذیرفته؟ حماس را پذیرفت، خلاص این طرح آخری را حماس پذیرفته، هیچ مشکلی نداره و دوباره آمدن به خاطر بعضی بنده های از مشوره کردن. حال منتظر جانب اسرائیل هستن. فعلا
توپ در میدان اسرائیل است. خب اسرائیل هم که حمله کرد بر رفح، پس پیامد حمله نظامی محدود هوایی کردن، ولی از زمین یک منطقه است شما در جغرافیا اگر بلد باشین اونجا 100,000 نفر میخوان تخلیه بکنن که همون پایگاه های خود که در این موافقت نامه اینجا که باید در مرزهای غزه ببره، از داخل غزه در مرحله دوم تمام پایگاه های نظامی خود تخلیه بکنن. شاید به خاطر ازی و به خاطر گفتم حفظ آبروی خود که نتانیاهو همه چیز از دست داده، به خاطر سیاست داخلی چی کار میکنه، ولی تقریبا این موافقت نامه انجام شده است. بسیار زیاد آقای قیاسی، در بحث حقوق بشری چیزی که من مطرح کردم و میخوایم از شما هم این پرسش را داشته باشم این است که ببینید مثلا در یک قسمت های از جهان اتفاقاتی را رخ میده، آقای خلدی اشاره داشتن، میخوایم به بحث ایران بریم. در ایران یک دختر خانم کشته میشه و اعتراضات بسیار خوبی در سطح جهان در برابر از او اتفاق میفته و تمامی کشورها هم در پشت سر از او استاد میشن و کاری را که رژیم ایران میکنه یا دولت ایران میکنه را میگن که یک کار درست نیست. اما در امریکا، در جایی را که کشور بانی دموکراسی است، مردم سالاری است، به خاطر آنچه را که در غزه اتفاق افتیده دانشجویان تظاهرات میکنن اما اونا سرکوب میشن. چرا این دوگانگی در گفتارها و در رفتارها وجود داره در برابر کشورهای مختلف و واقعات مختلفی که در جهان اتفاق میفته، خصوصا در بحث غزه؟ ما چرایی مسئله رو میبرم با عوامل اصلیش اشاره میکنم. این عوامل جزئیش مهم نیست. عوامل اصلیش نیست که اول امیر باید بگم که حماس یک سازمان قانونی، یک دولت قانونی است که در اثر انتخابات در فلسطین پیروز شده. اینا کسای تروریستی میدونن که اونها از قرن 16 تا به امروز 430 میلیون انسان در دنیا کشتن. 100 میلیون آدم در امریکا کشتن، 100 میلیون آدم در هندوستان کشتن، 30 میلیون آدم در چین کشتن، 30 میلیون آدم در روسیه کشتن که اینا در شورای امنیت اونجا و نظام فاشیستی شورای امنیت قویتو دارن. و آمریکایی‌ها 12 لک نفر در عراق کشتن، مخالف قوانین ملل متحد و ژانویه کرده. ما ابو غریب، گوانتانامو و صبرا و شاتیلا را که شارون انجام داده، جنایات جنگی را که در 2006 2014 2019 اسرائیل در فلسطین انجام داده و طول تاریخ 75 سال نازی ها در آلمان 6 میلیون یهودی را در کوره ها روان کردند، ولی این خود آلمانی ها میخواهند که از خاک مردم فلسطین برای یهودای مظلوم سرزمین جور بکنن. این اروپایی هاست که به خاطر راندن یهودا رفتن سرزمین های ما را اشغال کردن، برای یهودا میتن. این هرتزل است، این معاهده بالفور است که سرزمین های ما را جنایتکارانه، جنایتکارترین رژیم های دنیا سکولارها و لیبرال ها و غربی ها و امپریالیست ها هستند که در سطح دنیا کردن. جنایات ایران، جنایات افغانستان و طالبان به اندازه یک روز جنایتی کیسنجر که در پاکستان و در بنگلادش کرده انجام نمیشه. شما تاریخ درست بخورین. آقای خلجی فرافکنی میکنه. قسمی که شما گفتید میایم بر این مسئله از اساس نظم جهانی یک نظم فاشیستی است، نظم بر اساس کشورهای مسیحی است، نظم بر اساس شمال زمین است. ما در دنیا چیزی به نام قانون بشر نداریم، ما در دنیا عدالت نداریم. این عدالت برای مظلومین است، این عدالت برای کسایی است که شکست خوردن. این جنایاتی را که غرب، اروپا و امریکا در طول تاریخشان مرتکب شدند در بشر به حساب از دست امروز هم نظمی چیست. کلی دنیا یک کار بگو و شما یک نماینده امریکا در ملل متحد را بیتو میکنه. این گپا همگیش حال جهان بیدار شده، جامعه امریکا بیدار شده. جنایتی که روزانه در حق سیاه‌پوستا علی آل حاضر در امریکا بشه، در ایران 1%. من نمیخوام از رژیم ایران دفاع بکنم، ولی گپایی است که صهیونیستا این میدیا داده است از این راست بخوان مردم چی بکنن. شما در افریقا چی کردین؟ شما در آسیا چی کردین؟ شما سر و پایتان پر از جنایت است. بوش یک قاتل است، اوباما یک قاتل بود. شما در افغانستان چی کار کردین؟ شما مردم افغانستان از طیاره بمبارد میکنید. نواسه ملکه انگلستان میگه که برای ما تعلیم داده شده بود که مثل که شما دانای شطرنج شکار بکنید. از اساس بنیاد نظام غربی یک نظام غیر انسانی است، یک نظام فاشیستی است. دروغ است. حقوق بشر در یک هفته مذاکره صادر میکنه برای جلب پوتین، ولی در 7 ماه برای جلب نتانیاهو نمیکنه، برای جلب شاهون نکنه. اجازه تشکر. اجازه بدین دیدگاه آقای خلجی را در مورد قاتل هستند. کدام از این با محاکمه کشانده شد؟ آقای خلجی درد خودم میداره. یک صهیونیست از اونجا ششته
خدا شاهد است که جنایتی را که امریکا کرده، جنایتی را که روسیه کرده، جنایتی را که چین کرده، جنایتی را که انگلیس کرده، فرانسه کرده. تشکر. فرانسه 130 سال در الجزایر چی کار کرد؟ اینا یک بار معذرت هم نمیخواد. ممنون اینا آقای قیاسی. دستهاشان، تاریخشان از خون آلوده است. چرا شما انصاف بکن؟ اگر مسلمان نیست آقای خلجی، تو که انسان هستی، امی تاریخ یک بار مرور کن. بسیار تشکر. اجازه بدین آقای قیاسی. قدی کشتن یک جنگ جهانی اول و دوم نیست. ممنون آقای قیاسی. اجازه بدین. نیست امریکا هر کاری بکنه و براعت داره. بسیار زیاد تشکر مهمانان گرامی آقایان خلدی و قیاسی از حضور شما در برنامه. یک 30 ثانیه برای ما وقت بدین. بفرمایید. این حقی ماست. بفرمایید آقای قیاسی. این نمی‌شود که تمام برنامه رو بعد آقای خلجی بس کرد. ما 130 سال استعمار در الجزایر از ما قرضدار است، 300 سال در آسیا از ما قرضدار است. ما که در این کشورهای غربی که بدبخت هستیم از دست از اینا هستیم. اینا رفتن جنگ کنن، ما را خراب کنن، ثروت ما را آوردن، ما را بدبخت کردن. ای کاش اینا میرفتن، ای کاش ما را به حال خودمون بودن. اینا هستن که ما نمیخوایم که نظام بخواه داشته باشیم. مثل آقای خلجی یک چند مزدور، یک فکری شکست خورده مزدور. ما ضد یهود نیستیم، ما ضد صهیونیسم هستیم. یهودا ادیان آسمان آقای خلجی یک آدمی مریض است، یک آدمی صهیونیست مزدور است که به ضد ملت ایران، به ضد آزادی های ملی و مدنی ما اینا مبارزه میکنن. اینا نوکرای استعمار هستند، اینا میکروب های جامعه ما هستند که ان شاء الله در آینده ممنون مهمانان گرامی آقایان خلدی و قیاسی از حضور شما در برنامه. بیننده عزیز تشکر از شما که تا این دم بیننده برنامه ما بودید. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.